درود رفقا، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز قصد داریم قدرت نظامی کشور افغانستان رو با کشور پاکستان مقایسه کنیم در سال 2024. این عدد ارقامی که تو این ویدیو هست آخرین اطلاعاتیه که سایت های معتبر منتشر کردن و ما بدون هیچ بالا پایین کردن و کم و کاستی تو این ویدیو قرار دادیم. بدون فوت وقت بریم سراغ بررسی. رتبه جهانی پاکستان 9 و رتبه جهانی کشور افغانستان 115. این درست خدایی چی بگی آدم؟ پایتخت پاکستان اسلام آباده و پایتخت افغانستان شهر کابل. رئیس دولت پاکستان عارف علوی و رئیس دولت افغانستان آقای آخوندزاده است. مساحت سرزمینی پاکستان 200,000 کیلومتر بیشتر از افغانستانه. جمعیت پاکستان 247 میلیون در حالی که جمعیت افغانستان 39 میلیون نفره. تولید ناخالص داخلی پاکستان 348 بیلیونه در حالی که واسه افغانستان 14 بیلیونه. برابری قدرت خرید پاکستان 1.2 تریلیون در حالی که واسه افغانستان 60 بیلیونه. بدهی خارجی پاکستان 110 بیلیون در حالی که واسه افغانستان 145 تریلیارده. بمب اتم 160 تا پاکستان داره، این در حالی که افغانستان نداره. بریم سراغ بررسی قدرت نظامی کل کشور پاکستان و کشور افغانستان. بودجه دفاعی پاکستان 6 بیلیون و بودجه دفاعی افغانستان 1 بیلیون حدوداً. نیروی نظامی کل پاکستان 1,700,000 نفر در حالی که واسه افغانستان 80,000 نفره. پرسنل نظامی فعال پاکستان 650,000 نفر و افغانستان نداره. پرسنل نظامی رزرو پاکستان 550,000 نفره در حالی که افغانستان نداره. شبه نظامیان پاکستان 500,000 نفر و شبه نظامیان افغانستان 80,000 نفر. بریم سراغ بررسی قدرت نیروی زمینی کشور پاکستان و کشور افغانستان. پرسنل نیروی زمینی افغانستان 80,000 نفر در حالی که واسه پاکستان 1,300,000 نفره. تمام تانک های پاکستان 3742 در حالی که افغانستان نداره یا اگه تانکی هم داره تانک های منسوخ شدن. وسایل زرعی پاکستان 50,000 تا و برای افغانستان 6,500 تا حدوداً. توپخانه ثابت پاکستان 752 تا، این در حالیه که افغانستان نداره توپخانه ثابت. توپخانه خودکششی پاکستان 3238 تا، این در حالیه که بازم افغانستان نداره. راکت انداز 602 تا پاکستان داره و افغانستان نداره راکت انداز. بریم سراغ بررسی قدرت نیروی هوایی کشور پاکستان و کشور افغانستان. پرسنل نیروی هوایی کشور پاکستان 78,000 نفره، این در حالی که نداره افغانستان. تمام جنگنده های پاکستان 1434 تاست و تمام جنگنده های افغانستان 17 تاست. هواگرد جنگی پاکستان 387 تاست در حالی که افغانستان نداره. جنگنده های برتری هوایی کشور پاکستان و کشور افغانستان هر دو ندارن. جنگنده چند منظوره 159 تا پاکستان داره، این در حالیه که افغانستان نداره. هواگرد تهاجمی 90 تا پاکستان داره، این در حالیه که افغانستان هواگرد تهاجمی نداره. هواگرد مأموریت ویژه 25 تا پاکستان داره، کشور افغانستان نداره. هواگرد آموزشی 549 تا پاکستان داره و افغانستان نداره. هواگرد سوخترسان 4 تا پاکستان داره، کشور افغانستان هواگرد سوخترسان نداره. هواپیمای آواکس 11 تا پاکستان داره، این در حالیه که افغانستان نداره. بمب افکن شبح نه کشور افغانستان و نه کشور پاکستان هر دو ندارن. هواگرد شناسایی کشور افغانستان نداره، کشور پاکستان هم نداره. هواگرد جنگ الکترونیک پاکستان 3 تا داره و افغانستان نداره. هواپیمای ترابری نظامی 60 عدد پاکستان داره و افغانستان نداره.
تمام بالگردهای پاکستان 352 تاست. این در حالیه که افغانستان 11 تا بالگرد داره. بالگرد هجومی پاکستان 57 تاست در حالی که افغانستان نداره بالگرد هجومی. پهپادهای پاکستان 500 تا و به تازگی کشور افغانستان یک پهپاد ساخته. افغانستان 46 تا فرودگاه داره، پاکستان 151 فرودگاه داره. بریم سراغ بررسی قدرت نیروی دریایی کشور پاکستان و کشور افغانستان. پرسنل نیروی دریایی پاکستان 124,000 نفر. این در حالیه که افغانستان دریا نداره تا نیروی دریایی داشته باشه. دمتون گرم رفقا که تا انتهای ویدیو تماشا کردید. اگه حال کردید حتما ویدیو رو لایک کنید. ویدیوهای دیگه ما رو از دست ندید. بدرود.